ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори ҳаштумро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми панҷум. از همان وقت این جانب عقیده وی تغییر یافت. اکنون وی به هر بی انصافی عیناً با همان بی انصافی، به هر جبر عیناً همان طور با جبر جواب دادن را آموخته است. چرا ظالمان و کسانی بی مروت بی ملال جبر و ظلم خود را به حق بیچارگان کار می فرمایند و بیچاره ها خاموش باشند؟ مادامی که آسودگی شما را کسی پاسبانی نمی کند، خودتان به خودتان پاسبان شوید. یراقتان همیشه از غیلاف کشیدگی و به حمله تیار. انا همان وقت شما می توانید آسودگی خود را تأمین کنید، وگرنه به بالایتان سوار شده می گیرند و به دهانتان لجام می زنند. آه اگر بخاجان می دانست که به ناموسی وی، به ناموسی دخترکی وی کدام ناانصاف تجاوز کرده است، هر کی باشد، هر چی کاری که کرده تواند، بخاجان از وی نقار می گیرد، نقاری خونین. بخاجان از پیش مسجدی گذرشان گذشت که مردم نماز عصر را خوانده می برآمدند. اهل گذر به وی قسماً سلام دهند هم عموماً با نظری بیگانه نگاه می کنند. اوزی کلدی می گویند. بنابراین بخاجان به آنها کاری ندارد. با یگان تای آنها آمد و رفت ندارد. فقط زنش خدمت نظام الدین افندی را می کند و با همین مناسبت با یک تا دوتاها شناس شده است. اما وی با این مردم سلام و علیک می کند و بس. بخاجان تیزتر راه گشته به حولیش رسید و غلقه را کشاده در آمد. در خانه حلیمه شکمش را داشته گریه کرده می خوابید. ها به تو چی شد؟ گفت دویده به نزد او رفته بخاجان و سرش را سیله کرده آبی چشمش را پاک کرد. هیچ چیز نه، گفت بزور حلیمه و باز گریست. چرا شکمت را می داری؟ درد می کند؟ با خودت یگان کار نکرده باشی؟ گپ زن. نه، گفت حلیمه، آنیم زدند. لگدشان کتی به شکمم زدند. لگدش شکند، گفت بخاجان و دخترش را تسلی داد. درستر این طور رویناکی خواب کن، ضرر ندارد، می گذرد. آنه احمقت خودش چاره کارت را دیدنی شده است. خون رو شوی گفت از زدگیست. نمی داند که معیب کرده ماندن ممکن، خدا جزا شدهد این بی عقله. همه گناه از خودت، از بی عقلی خودت. حلیمه گپ نزد و خاموش ماند و با کف هر دو دستش بالای چشم و رویش را پوشانده بود. بخاجان از بغلش قطی را برآورده کشاده از درون آن سربندی ابریشمی شلشله‌دار را برآورد و به سری دل دخترک پرتافت. انا این سربند را داماد شونده از سمرقند به تو سوغاتی آورده است. در کار نی به من، گفت حلیمه سربند را از سری دلش گرفته بروی خانه پرتافت. این حرکت دختر پدر را کمی رنجانید.
این چی بی ادبی؟ این چی گفت؟ حلیمه این طور نبود کو؟ هیچگاه بروی پدر نمی دوید، گستاخی نمی کرد. به وی چی شد؟ یا که در این ماجرا گناهکار خودش است؟ نخواد که با رازیگی خودش حلیمه دخترکی خاموشی من به همین بیناموسی رفته باشد؟ نخواد که اکنون بی رخصت و فاتحه پدر و مادر بی نکاح مسلمانی با کدام یک خدا بی خبر دست به دست داده رفتن می خواهد؟ نه، خودی دختر ویران شده است. نه، هیچ باوری کس نمی آید. وی که فقیر و نامراد و خاموشک بود به فریب ناکسان افتید. اما کیست آن نامرد؟ استا که این چی کاری کردگید؟ گفت بقاجان سخت کرده. هدیه داماد فرستادگی را گرفته پرتایی، پس چی میخواهی؟ حلیمه گپی نزد و باز گریست. شاید همان خدا بی خبر را، همان نامرد را میخواهی؟ گوی وی کی؟ نترس، اگر مناسب دانیم تو را به خودی وی نکاح کرده میدهیم. حلیمه باز گپ نزد. بقاجان آوازش را بلندتر کرده با دوغ و جذبه تکراراً پرسید. حلیمه باز خاموش ماند و بی آواز می گریست. ولی مادری اوگی زهربانو که از دری خانه در آمده بود گفت: کاری می شدگی شد، اکنون پرس و پاس چی لازم؟ اگر علاجش می شد دخترتان خودش می گفت. مادام که نمی گوید یگان گپش بودگیست. از شمای و از خودش می ترسیدگیست. از چی من می ترسد؟ از حیاتتان، از آبرویتان، از همه یک فکر کنید. بقاجان فکر کردن آن طرف استاد، از فکر جدا نمی شود، لیکن هیچ چیز فهمیده نمی تواند. یا در اینجا گپی هست که معنی وی از درک کردنش عاجز؟ حیات، آبروی در اینجا چی دخل دارد؟ نه، معلوم می شود معنی بقاجان از کار برآمده است. زنش از وی دیده با فهمتر است، به این شبهه نیست. خیر، چه کار می کنیم آخر؟ گفت عاجزانه بروی قالین نشسته بقاجان. بهتر که به یگان دختر نشان داده حرامزادهش را گرفته پرتاییم، گفت زنکی شیطان. میگویند که دختر به آزار گرفته می پرتاید و در بین 2 روز صحت شده می خیزد. بقاجان باز آتشین شد. بعدی بچه پرتایی این دختر بکی در کار؟ یگان ثواب طلب یافت می شدگیست. بقاجان گپ نزد و دندان خایید. آن دم اگر به سرش شمشیر می رسید اینقدر المناک، اینقدر غمناک نمی شد. ننگ و ناموس گفته آواره های ولایت شد. ننگ و ناموس گفته وی جنگ کرد. ننگ و ناموس گفته وی کار می کند، جانش را دریغ نمی دارد. اکنون وی به بی ناموسی، بی آبرویی آواز می برارد و نامش ویردی زبانی ناکسان می شود. اکنون به طرف داماد شونده چی جواب می دهد؟ کاش که آنها آدم باشند. این راز آشکار شود، در نزد مردم اهل گذر چه خیل سر برداشته می گردد. یگان ثواب طلب گفته دخترش را به هر آدمی راست آمدگی دادن نمی گیرد کو. بنا کس دختر داده عذاب و عقوبتش را کشیدن آسان نی. خیر، گفت نهایت به خاموشی خلل داده زهربانو.
با پیش فیروزه رفتید چی گفت؟ چی می گفت؟ غرونگاس زد مردک و باز خاموش ماند. البته شمای لبلیس را گرفته بزیری کونش ماندگیست. وی لچری محمد دانا. ای دهانت بند احمق، گفت آتشین شده به قاجان، اگر من لبلیس باشم خودت رفته پرس. رفتن میگیرم، دهان کلانی کرد زهره. من شما بر این ترسانچه که بزدل نی. من حقم را از هر جایی که باشد، حتی از کام اژدها رویانیده میگیرم. دختری حلال و پاکیزه مرا فریب داده، به نیرنگشان انداخته، باز پیشخیزی هم می کنند. توبه. به فیروزه توی چی کار؟ گفت مردک. اگر آن خدا بی خبر را دانسته باشی، از این دخترت پرس. برای چی گپ نمی زند؟ برای چی نام نمی گیرد؟ از من ملاحظه کند به تو گوید. به من گفت، من می دانم. زهره غاریبانه به شوهرش نظر کرد. کی بوده است آن ظالم؟ یک باره به شور آمده پرسید مردک. حلیمه که سخنانی پدر و مادرش را شنیده می خوابید، یک باره با چشمانی هراسان از جا برخاست و به مادرش نگاه کرد، اما زهره آسوده بود. خاطر جمع باش، گفت وی به دختر و به شوهرش رو آورده به سخنش دوام داد. اگر کی بودنی آن بی مروت را دانستن خواهید، خیزید به حوری ناظر گذرید، آن کس به شما گفته می دهند. ناظر به این چی دخل دارد؟ باز هم آتشین تر شد پدر. اگر می دانسته باشی خودت گوی. به شما گویم، گفت زنک و دوامی گپش را به ازبیکی گردانید که حلیمه نفهمد. مگر در پیش دختری بدبخت همین خیل گپها را می گویند؟ ناظر افندی از همه واقعه آگاه می باشد، لیکن به ما نگفتند. می خواهند به خودی شما گویند. گپ از آن چیزی که ما گمان می کنیم کلانتر بریم. خون بسری به قاجان زد. از این زیاده چی می شد؟ گپی کلانش چی؟ این زنک یا دروغ می گوید یا چی واقعی شده است که عقل او نمی رسد. بعد گفت زنک آسوده حالانه، ناظر افندی به شما درک خانه دختر زنک را هم می دهند. رفته گرفته بیارید، علاج این دختر را کند. اگر از بچه گیراندن حلیمه یگان تایی از زنهای گذر خبردار شود، تمام. بی آبرویی رسوایی. دختر به هر حال عروس دهانش بسته به هیچ کس نمی گوید. توبه کردم خدایا، گفت مردک به جواب زنش سخنی نیافته. این چی روز بوده؟ دیگر علاج نیست، گفت باز تأکید کرده زنک. خیزید از پی کار شوید و غم نخورید. غم نخوردنی به قاجان ممکن می. دختری با کیرت دو جان شود، پس آن را دختر آورده گیرانده پرتایند، باز غم نخورد بوده است. این کجای گپش؟ این به کدام مسلمانی هست؟ بچه گیراندن خودش جنایتی دو قبطه است. این کار آدم کشی، وحشیگری است. اگر در وقتی امیر این کار می شد، کبیر و صغیری آن عائله را سنگسار می کردند. نه، به قاجان دیگر در بین مردم سر برداشته گشته نمی تواند. بهتر که رفته از ناظر کی بودنی این جنایتکار را فهمد، آن را به جزایش رساند، بعد خودش هم نیست شود. وی جهیده از جای برخاست و به قفایش نگاه نکرده از خانه برآمد.
بقاجان را نظام الدین خیلی مهربانانه با حرمت و تواضع پیشواز گرفته بروی دیوانی ملایم چرمین شنامید. خوش آمدید، گفت وی بروی او نشسته. سلامتی شما امیدوارم خوب است. سلامت باشید، گفت بزور بغض و کینه و غضب خود را اندک فرو نشانده بقاجان. لیکن گفت نظام الدین خونسردانه و با تأنی، من دیده ایستادم که خواستان پریشان، دماغتان سوختگی و نپرسید ناظر افندی نپرسید، گفت بقاجان. بدبختی کلان روی داد، بسرم کوهی گران افتادم، مجخ کرد، ناعلاج شدم، درمانده گشتم. برای چی؟ نظام الدین با دلسوزی به هم صحبتش مراجعت کرد. شما مردی دلیر و دلاور، انقلابچی و قهرمان زمان، بیچاره و بدبخت نیستید و نمی شوید. ما همه در خدمت شما، ما همه خیرخواه و دوستی شما هستیم. اصلا پروا نکنید. نه آخر، گفت از زبانی ناظر افندی تعریف و توصیف خود را شنیده بقاجان که خیلی ملایم شده بود. حلیمه، دخترم حلیمه. میدانم، از گپ خبر دارم، گفت نظام الدین و قطی پپیراس را کشاد. اول به مهمان تعارف کرد و پس از آن که وی دست به دل گذاشته از کشیدن عذر خواست، خودش پپیراس آتش داده و دم خاموش ماند. در یک لحظه بقاجان که از تعریف و بالا برداشتن ناظر یک باره خود را حقیقتاً قهرمان دلیری به همتا پنداشته خیلی روح بلند شده بود، در حق او چیزی بسیاری را فکر کرد. بیدرک انقلاب نشد، بیدرک جمهوریت خلقی بخارا تشکیل نشد. البته انقلاب را آدمان مهنت کشان کردند، آنها به جان رسیده بودند، با آنها کوی بشیف بر این کسان راهبری کردند. بسری انقلاب انا همین خیل آدمانی حق گو و معتبر بودند. بعد نظام الدین بر این کسان امروز لجام دولت را به دست گرفته اداره می کنند. پیشتر کدام عملدار امیر با وی این طور در یک جا زانو به زانو نشسته صحبت می کرد؟ صحبت آن طرف ایستد، با نوگی پایشان نشان می دادند و فقط امر و فرمان می دادند. انا امروز باشد بقاجان را حرمت و تواضع می کنند، او را قهرمان، او را دلیر و توانا و انقلابچی سرخ می نامند. خود ناظر داخلیه در خانه خاص خود با وی نشسته صحبت می کند. این خیل آدم به درد هر کس دوا یافته می تواند. من می دانم، گفت باز نظام الدین به سخنش دوام داده، در حقیقت به حق شما و به حق دخترک معصوم شما جبر کردند. برای عائله شما این تحقیر خیلی سخت است. کاش که در بین مردم شهر ما اغواگرها کم باشند. آنها معطلی شنیدن همین خیل ماجراها می باشند. این را ما می دانیم. یک زمره عکس الانقلابچی ها هستند که از تی ناخن چیر کافته می گردند تا که انقلابچی های سرخ را به مثل شما آدمان پاک را بدنام و شرمنده کنند. این حادثه حلیمه برای آنها یک توی می شود. در حال به تمامی شهر بلکه به تمامی قلمرو بخارا آوازه پهن کرده با ساز و باز از خودشان هزارها چیزهای بیمزه را علاوه کرده نام شما را سیاه می کنند. ها دختری فلانی شوهر نکرده دو جان شده است. همه این جدیدها، این انقلابچی ها انا همین خیل. اکنون
نکاح و زناشویی از میان برداشته می شود. اکنون دلی زینب گفته زن و مرد قطعی شده رفتن می گیرند و هاکذا و هاکذا. این را شنوند ایشانی فیض الله خواجه هم خفه می شوند. آبروی انقلابچی ها را ریخته است می گوید. بدبخت سرم گفتماند بقاجان. اما شما پروا نکنید، گفت به زانوی او دست مانده گرفته نظام الدین. اصلا غم نخورید، من زنده هستم. پیش این کارها را گرفتن از من رسد. چه خیل کرده پیش این رسوایی را گرفتن ممکن؟ حاضر گفت نظام الدین و از جا برخاسته به دهلیز برآمد و بروی حولی نگاه کردن نبودنی کسی را دیده گویا خاطر جمع شده برگشته به سخنش دوام داد. اول من به شما گویم که این جنایت از کی سر زده است؟ بله، گفت بقاجان، صد رحمت به شما. این کار پیش از همه از نسیم جان پسری حاجی ملیح سرزدگی. شما او را می شناسید. حولیش در رو بروی کلوب زنها در گذری حمامی کفشارک. شد گفت بقاجان، می شناسم. نچیلوکی حبسخانه، جوانکی آلوفته عینکی. بله گفت نظام الدین، لیکن وی تنها نی و این کار فیروزه هم دست دارد. نخواد؟ گفت نظام الدین. از روی خبرهایی که واقعه نویسهای من آوردند، حلیمه را اول فیروزه به دام خودش می کشد، می بیند که دخترکی گبدرا ساده و خوشروی برای مرتبه یافتن و به کلانها معقول شدن از وی استفاده بردنی می شود. به این مقصد حلیمه را به نسیم جان همراه می کند. نسیم جان او را دانخورک کرده به حولی خودش می برد. زنی نسیم جان آیمی شاه رشک کرده دیوانگی ها می کند. حتی من از رشک کردنی وی آگاه شده بودم، لیکن افسوس که بی اهمیت. به گمانم آیمی شاه را با نیرنگ و فریب یا کی ترسانده خاموش کردند. انا بعد نسیم جان رئیسی چیکه را با حلیمه آشنا می کند، یا که اول خودش بعد رئیس. به هر حال دختری بیچاره را ترسانده مانده می گویند که به هیچ کس لب نکشا که پدر و مادرت را حبس کرده می پرانیم، خودت را به عسکرها می دهیم. برای آنکه دختر الده شود به وی یک انگشترین الماس و نمیدانم باز یک چیزی دیگر هدیه می دهند. آه لعنتی ها، آه بی مروت ها، آه ظالم ها، می گفت بقاجانی خوشباخته و دندان می خایید. اکنون چاره این کار همین که من به شما درک یک دختر زنک را می گویم. وی آدمی خودی، دهانش محکم، از نام من رفته می گوید به خانه اسبابهایش را گرفته آمده دختر را سبک می کند. بعد خدا پادشاه، حلیمه هم نصیب باشد بختش را می یابد. لیکن شما هم ما هم این سر را از دهان نمی براریم، مبادا دشمن نفهمد. نه افندیم، گفت بقاجان در غضب، من باید از دشمنی ننگ و ناموسم قصاص گیرم. من از آن خیل به قول زنک از لبلیس ها نیستم که هر کس هر چی خواهد با من و با اهل عیال من کرده رفتن گیرد. نه، من در وقتی امیری ظالم نترسیده با سرکرده جنگ کرده بودم و چنان به سینه‌اش زدم که واه نگفته جانش برآمد. حاضر هم خدا به شکر قوت دارم، از ملتق و تپانچه نشان گرفته می توانم. خیر، شما چی کار کردن می خواهید؟ پرسید نظام الدین. اول با نسیم جان حسابم را برابر می کنم،
ثانی با دیگرهایش. آنها آدم‌های زور، صاحبی چکه، گفت نظام الدین واهمه کرده. نباشد خودی من آنها را به مسئولیت کشیده سود کنانده جزایشان را می دادم. اما شما، من بی سود و بی مرافعه، گفت زهرخندی کرده به قاجام و از جا برخاست. به هر حال مصلحت من همین که دانسته کار کنید، گفت نظام الدین و از درون قطی استال تپانچه را گرفت. این را گیرید، در کار شده میماند. شما آدمی دشمنناک، لیکن اگر جرأت کردن نتوانید، بهتر که به این راه قدم نمانید. با مصلحت یگان چاره‌ای دیگرش را می اندیشید. دستانی به قاجام از کینه و غضب می لرزیدند. آن دم وی هیچ چیز را فکر نمی کرد و قدرتی محاکمه کردن هم نداشت. فقط یک حرسی پردهشت، حسی انتقام او را پیچانیده گرفته بود و بس. زنگ ساعت دیواری 6 بار در فضای کلان طنین انداز گشت و خاموش شد. آیین شاه که بروی نیمکت دراز کشیده کتاب می‌خواند، چشم از کتاب برداشت و بروی حولی نگریست. در آنجا خاره نسیم جان خس خس کرده می‌گشت. دیگر کسی نبود. وی خواست که باز به کتاب نظر کند، لیکن ساعتی دیگر که خیلی قدیمی ساخت بوده در طاق خانه می ایستاد، صدایی برآورد و دریچه بالای عقربکش گشاده شد و از درون آن بلبل سر برآورده چه چه زد، قناتک زد و باز غایب شد و دریچه پوشیده گشت و آن ساعت هم 6 بار زنگ زد. آیین شاه تبسمی کرده باز به کتاب چشم دوخت. آن کتاب کلیات سعدی بود و در آن این شعر نوشته شده بود: من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نآیی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. ای که گفتی مروند در پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ گفته بودم چو بیایی، غم دل با تو بگویم. چی بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی؟ шунавандагони азиз, шумо гуфтори 8-ро аз рӯи романи тахти вожгуни нависандаи халқи тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.